سلام همراهان بین‌نهایت عزیز و بسیار ارجمند. امروز می‌خواهیم پیرامون زندگی نامه یک فرد بسیار موفق جهان جیم ویلتون با شما صحبت کنیم که باوری داریم پسندی شما عزیزان می‌گردد. به زندگی کسی نگاه می‌کنیم که امروز با برداشتن قدم‌های کوتاه خانواده‌اش را به ثروتمندترین خانواده جهان تبدیل کرد و باعث رهبری افرادی زیاد در جهان گردید. جیم ویلتون در باره پدرش میگوید: پدرم مردی فوق‌العاده سخت‌کوش و صادق بود. او عاشق تجارت، عاشق معامله همه چیز بود. او بهترین مذاکره کننده بود که تا به حال دیدم. شما ببینید که جیم ویلتون که یکی از 10 سرمایه‌دار زمانش بود، چگونه به یک سخن پدرش موفق شد. او میگوید: ما در یک زمان به سر می‌بردیم که زندگی میانه داشتیم، شرایط میانه داشتیم. همیشه پدرم به من میگفت که پسرم، دنبال کار و شغل باش که با ارزش و اخلاق تو، با شأن تو جوابگو باشد و حتی به اعتبار تو موافقت کند و مهمتر از این همه روحیت در جای کارت آرام و آسوده باشد. در همین گونه شرایط اگر کار کنی موفق نشوی. جیم میگوید از بس که پدرم مردی آگاه و کاردانه بود، این عبارهایش مدام در سرم میچرخیدند که این کار به اشتیاق و ذوقم نیست و حتی برای خانواده من مناسب نیست. در چنین جایگاه میگوید کار کنم، بنابراین چندین جای کار را عوض کردم و در جستجوی کار میگشتم. بالاخره یک روز میگوید در یک شرکت کشتیرانی به کار قبول شدم و باید اقرار کنم که در چنین شرکت به کار قبول شدن چندان آسان نبود. معاش خوب داشت، براییم سازگار بود و با افتخار نزد پدرم آمدم و گفتم که پدر، من یک کار پیدا کردم که بسیار عالی در شأن خودم و خانواده ما است و بسیار با آبرومندانه است و حتی معاشش هم خیلی زیاد است. پدرم گفت خوب، فهمیدم، من تو را تبریک میکنم، اما حالا بگو که چی مشکل داری، از من چی میخواهی؟ گفتم حقیقتا مشکلم این است که یک ماشین خوشرو و حاضر زمان میخوام بخرم که آنجا همکارانم نگوین این مرد ثروت ندارد تا با من خوب مناسبت کنند، چون آنجا در شرکت افراد زیاد را دیدم که با ماشین های گران ارزش به کار میروند و فکر میکنم اگر با نقلیات جمعیتی روم شاید موقعیت مرا کم دانند و چندان اهمیت ندهند. اگر من ماشین خوب بخرم، شأن من و آن شرکت برابر می شود و اگر ماشین خوب داشته باشم، همکارانم میگویند که من از یک خانواده موفقم. جیم میگوید وقتی این حرفایم را تمام کردم، پدرم به من یک نگاه کرد و گفت پسرم، حالا موقع جای کارت آنقدر بلند است که میخواهی موقع خودت را با آن برابر کنی؟ من گفتم اگر این کار را کنم، یعنی ماشین خوب بگیرم، ما و کارمندان شرکت با هم زود همدیگر را درک میکنیم. پدرم دیگر چیزی نگفت و به من گفت که رفت در فلانجا یک ساعت دارم، کمی ارزش دارد، آن را بگیر و به کوچه ساعت فروشان ببر و اگر خوب سودا شود میتوانی ماشین خوب را خریداری کنی. آن وقت بیننده عزیز، خانواده جیم در ارکانزاس زندگی میکردند و آنجا خیابان‌های مشهور بود از قبیل ساعت فروشان و به این مانند. جیم ساعت قدیمی را با ذوق گرفته به خیابان‌ها رهسپار شد. میگویند آن ذوقی که داشتم طی 20 مغازه را گشتم. همه از 3 تا 5 دلار نرخ کردند آن ساعت را. حتی یک نفرم پیدا نشد که این ساعتی مرا اقلاً 6 دلار نرخ کند. افسرده شدم، به خانه برگشتم. پدرم گفت پسرم، گپ را نگردان، ساعت را به کافه شاپ هایی که در نزدشان مردم زیاده است این ساعت را ببر و آنجا نیز سودا کن.
جیم میگوید خیلی عصبانی شدم. گفتم پدر این ساعت رو کسی حتی $6 نمیخرد. بیایید مزاحمم نشوید، نمیخوام رفتن. اما به خاطر سخن پدر و چون نیتی خریدن ماشین داشتم باز چیز تحریک هم میداد. خلاص رفتم به کافه شاپ های خیابان. عیناً گفته خودم شد. یک نفر پیدا شد و آن را $6 کرد و با $6 آرزوی من حاصل نمیشد. برگشتم نزد پدر. گفتم پدر یگان طی 40-50 نفر را پرسیدم، از 3 تا $6 کردن. اکلم کسی پیدا نشد که آن را $7 و یا این گونه نرخ کند. پدرم چیزی نگفت و گفت که پسرم امشب ساعت 7 بیگاه ساعت را به کریستال بریج ببر و این ساعت را بفروش. جیم میگوید در اوج ناامیدی بودم و بغض گلوگیرم کرده بود. طبق گفته پدرم ساعت را بردم ساعت 7 به موزه و به مسئول موزه گفتم که این ساعت را میخوام بفروشم. آن مسئول ساعت را دید و گفت تو پسری ویلتون هستی؟ گفتم بله. گفت پدرتانم قبلا آمده بود اینجا. مسئول موزه گفت ما این ساعت را $1,100,000 خریده میتوانیم، اما پدرت از این نرخ هم قیمت‌تر گفته بود. اگر $1,100,000 دهی این ساعت را ما آماده ایم بخریم. این ساعت قدیمه یک دانه است که ما در بریتانیا داریم و این ساعت در دست پدری شماست. جیم میگوید بعد شنیدن این خبر من شوک شدم. در هیجان افتیدم که با گریه و اشک شادی آمدم به خانه. به پدرم گفتم شما این قدر پول داره در خانه؟ میگوید پدرم همان لحظه به من یک جمله گفت که تا حال که از 15 ثروتمند امروز دنیا هستم یاد دارم و سرمشق زندگی من است و با تأکیدی همین جمله رشد کردم. جیم میگوید پدرم گفت پسرم فقط در جایگاه واقعی تو ارزش واقعی تو شناخته می شود. بنابراین خودت را در جایگاه اشتباه قرار نده. جایگاهی که فکر کنی می توانی با یک ماشین خوب خودت را توانی با آنها اثبات کنی فراموش نکن. جایگاه واقعی تو، ارزش واقعی تو را چی با ماشین و چی به ماشین می شناسند. یک بار دیگر تکرار میکنم که پدرم میگوید گفت پسرم فقط در جایگاه واقعی تو ارزش واقعی تو شناخته می شود. بنابراین خودت را در جایگاه اشتباهی قرار نده. جایگاهی که فکر کنی می توانی با یک ماشین خوب خودت را توانی با آنها اثبات کنی فراموش نکن. جایگاه واقعی تو، ارزش واقعی تو را چی با ماشین و یا چی به ماشین به تو نشان خواهد داد. این مرد موفق میگوید محض همین پندی پدرم بود که من موفق شدم. خب عزیزان بیاید یک بار دیگر به همین جمله تأمل کنیم که چی دارد که گفته پسرم فقط در جایگاه واقعی تو ارزش واقعی تو شناخته می شود. بنابراین خودت را در جایگاه اشتباه قرار نده. جایگاهی که فکر کنی می توانی با یک ماشین خوب خودت را توانی با آنها اثبات کنی فراموش نکن. جایگاه واقعی تو، ارزش واقعی تو را چی با ماشین و یا چی به ماشین به تو نشان خواهد داد. عزیزان هدف ما از تهیه این نوار این بود که یک سخن عاقلانه و خردمندانه از یک پدری آگاه و یا از یک مادری آگاه چگونه تأثیر میگذارد روی فرزند تا اینکه فرزند موفق شود. بیاید ما هم پدران و مادران خود را صاحب دانش و تجربه کنیم تا اینکه نسل می آمده را با دانش خوب و شرایط خوب راهنمایی کنیم و ببینید یک سخن خوب می تواند انسان را موفق کند و یک سخن می تواند انسان را از موفقیت باز دارد. با امید این موفقیت های شما شاد و مسرور بماند.